سلام. شما در برنامه افغانستان 360 خوش آمدید. در فصل دوم افغانستان 360 بعض رازهای استخباراتی را فاش میکنیم که امکان دارد تا اخیر سال 2025 چندین ولایت های زون شمال سقوط خواهد کرد. اما دلیل سقوط ولایت های شمال افغانستان چی است؟ ما برمیگردیم به شهادت رسیدن گیلمن وزیر. زمانی که گیلمن وزیر از راز آیسای و پی تی ام با خبر شد که یک تعداد از تروریست‌ها از عراق، سوریه و کشورهای افریقایی و میدلیست وارد پاکستان و ایران شدند و میخواهند وارد خاک شمال افغانستان شوند از راه پاکستان و به نام پشتونستان آیسای میخواهد که اداره دیگه به نام پشتونستان ایجاد بکنن تا که از او طریق بتونن طالبان را حذف بکنن و افغانستان را تصرف بکنن، دست بر شکری زد و به ضد آیسای پاکستان بعض برنامه‌هایی بود که اینا میخواست کنسل بکنن. زمانی که گیلمن وزیر از طرف یکی از جاسوسای آیسای پاکستان که عضو پی تی ام بود به شهادت رسید، خشم مردم پاکستان بلند شد و خواستن که سر مقامات پاکستانی حمله بکنن. در این زمان بود که سپاه پاسداران ایران با کمک بلوچای پاکستانی و ایرانی بلوچستان را ناامن ساختن و تیم ارج مرج در خیبر پختونخوا، کرمه جنسی و دیگر منطقه پشاور و زون پشتونیزم پاکستان سر صدا خیست و سر پایگاه پاکستان حمله کردند. در عین زمان آیسای پاکستان ترکی را که باز کرد که شما میبینین، از زیرا از راه ایران و بلوچستان و پشاور تعداد 46,000 نیروهای تروریستی را وارد خاک افغانستان، هم سرحد خاک افغانستان کردند که در ولسوالی سوسه، در ولسوالی سکه میگنشه، در این ولسوالی ها جا به جای شدن هم سرحد پاکستان افغانستان هستند. اینا زمانی که اینا تی تی پی را به خاک افغانستان فرستادن از راه جنوب و از راه شمال، نیروهای طالبان را مصروف جنگ سرحدی کردن. اینا پکتیکا، خوست، جلال آباد و چندین ولایت های زون شرقی را بمباردمان کردند تا طالبان تمام نیروهای خود به طرف شمال و به صفت به طرف شرق افغانستان بفرستند. در همین حالت یکی از کرنل‌های به نام کرنل خالد میگنشه که از آیسای پاکستان هسته، اینا خط مستقیم را ایجاد کردن که پایگاه‌های تروریستی به نام تی تی پی که ناراضی از دولت پاکستان هستند در مناطق شرقی افغانستان ایجاد کردن و یک پل ارتباطی بین طالبای افغانستان و طالبای پاکستان ایجاد شد. و همین طور بود که تعداد زیاد افراد تی تی پی پناه بودن بر طالبای افغانستان و اینا را پناه داد که دست پنشیر و سمنگان و کندر و پکتیکا، خوست و جلال آباد و قندهار و هلمند بریزیا جایگاه دادن. اما زمانی که آیسای پاکستان خواست که سران تی تی پی را از بین ببرند و همین ماموریت 2025 که از چگونه شمال افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان و چین تصرف بکنن نخواستن که راز افشا شود، تی تی پی از اوامر آیسای پاکستان سرپیچی کرد. خب در سال ماه نوامبر سال 2024 بود اطلاعات سریع آمد که در تنها در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، مزار شریف و جوزجان ببخشین در حدود 76,000 نیروهای در وجود جا به جای شدن. همشان یونیفرم‌های پاکستانی طالبای افغانی را دارن، اما به زبان‌های مختلف صحبت میکنن. به زبان چینی، ازبکی، تاجیکی، افریقایی، عربی و اردو. در این حالات بود که از کشمیر، جمهوری کشمیر هم یک تیم طالبای لشکر طیبه گفته میشه که اینا وارد خاک شمال افغانستان شدن و سربازگیری شروع کردن. همین فعلا در بدخشان از $600 تا $1,200
معاش داده میشه و وضعیت امنیتی کویته، وزیرستان، خیبر پختونخوا بسیار وخیم تر شده و پنجابی ها میخواهند به یک نوع پشتون ها را سر احساسات بیارن که خود از یا خود مختاری خود اعلان بکنن تا اونا تا آیسایی بتانن به امریکا بگوید که اینا گروپ های تروریستی است. اما در این حال سال گذشته بود که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یک قرارداد کشید که در 63 کشور این قرارداد باید پیاده شود که سوریه بود و ایران بود و افغانستان بود، تاجیکستان بود، دیگه 63 کشور دیگه هم هستن. در اینجا سوریه که زمانی که سقوط میکنه تحریک شام با آیسیس، داعش خراسان یک جا شده و القاعده یک جا شده، گروپ ها و ساختمان های ناراضی نایت استورم یا تحریک شام سوریه وارد پاکستان شدن. پیش از که سوریه سقوط بکنه، نظام بشار الاسد سقوط بکنه، این افراد بودن که نمیخواستن با امریکایا کنار بیان و نمیخواستن که به علیه ایران در سوریه بجنگن. آیسای پاکستان، سپاه پاسداران ایران از وقت استفاده کرد، از امکانات استفاده کرد، این گروپ ها را خریداری کرد و وارد خاک افغانستان کردن در ماه نوامبر سال 2024. اما گروپ دیگه نایت استورم که بود تحریک شام با کمک قماندان و یا رهبر تحریک شام، اینا چی کردن که سوریه را تصرف کردن و دولت اعلان کردن. اما سر افغانستان چی مصیبت آمده است اینجا؟ از یک طرف قوای NRF و جبهه آزادی با آیسای پاکستان به تفاهم رسیده، از طرف دیگر طالبا هم برای پاکستان می جنگن. اما در اینجا یک ترک وجود داره. ترک این است که مواد مخدری که از جنوب افغانستان تولید میشه و حال از روی ایران و پاکستان بعض قاچاقبرای مواد مخدری که هسته انتقال دادن نمیتونن، ایره از رای تاجیکستان و کشورهای اروپایی انتقال میتن و از کشورهای اروپایی وارد خاک افغانستان میشه. اینجا گروپ علم که یکی از جبهات نظامی هست، گروپ 021 میگن، بعضی تصاویر کشف کردن در جایی که جبهه مقاومت به علیه طالبان می جنگن، او خط مسیر هست برای انتقالات مواد مخدر از افغانستان و شمال افغانستان که چندین ویدیوهای از سیب قوای مرکز هم دمون مسیر دمون کوها دیده شده. اما سوال دیگه است، این مواد مخدر روزانه 380 میلیون دلار عاید داره در فصل برسه. زمینه های زیاد هست، تریاک هست، هیروئین هست، مورفین هست، شیشه هست، مواد زیاد است. اما در شمال افغانستان بیش از 25 فابریکه مواد مخدر ایجاد شده که فارماسیستا یا هست اینجا مواد مخدر را تصفیه کرده به اروپا روی میکنن از روی تاجیکستان و چین. زیادتر مواد مخدری که وارد خاک امریکا میشه مسئولیت افغانستان است، به کارتل مکزیکو داده میشه و کارتل مکزیکو وارد امریکا میکنه. اما عوایدی که شمال افغانستان سقوط کنه چی است؟ اولا وکیلای پارلمان شمال افغانستان همشون در مواد مخدر دست دارن، سیگار، دیگه همه اسناد و امکانات هست اینجا. اما ای که گروپ های نظامی و پایگاه های القاعده و داعش در شمال افغانستان ایجاد شده و از طرف شوی نو عملیات میکنن و سر طالبا حمله میکنن، امکانات زیاد میره که چندین ولسوالی های زون شمال افغانستان دمی ماهای آینده که هسته سقوط بکنه و دست القاعده، داعش، تحریک شام و لشکر طیبه. اما ای که نظارتگر ایز اوزاکی ها هستن، قطعه علم که یکی جبهات مقاومت هسته برای طالبان فعلا می جنگه و تمام کاماندوهای اردوی ملی را جذب کردن، اطلاعات دقیق میتن که در شمال افغانستان بیش از 25 رهبر القاعده و داعش و TTP پاکستان و تحریک شام و لشکر طیبه حضور داره و اینا
میخواین به یک نوعی به یک نوع شمال افغانستان تصرف بکنن که صفحه علم و گروپ دیگه که به نام انسو میگنشن که فعال شده 2 سال است در شمال افغانستان، اطلاعات و سکیوریتی مانیتورینگ که با مرایی کردن نشان می تصدیق ستلایت که در این ولسوالی هایی که شما میبینین در این ولسوالی ها بیش از 25 پایگاه ها ایجاد شده، همشان در یونیفرم طالبان است. اما در منطقه بدخشان که شما میبینید خط مرزی که جمعی علامه مانده ایم، در اینجا در 35 کیلومتریش هیچ موبایل و ستلایت و تلفن کار نمیکنه. امکانات زیاده میره که سقوط افغانستان از شمال افغانستان شروع میشه، اما ای که چقدر تعداد از افغان ها جان خود دست میدن این خدای حق میدانه. اما کارشناسان استخباراتی و اطلاعاتی گزارش های دقیق که با ما دادن اینجا گفته میشه که بیش از 13 ولسوالی سمت شمال افغانستان در یک روز خود خواهد کرد و داعش و القاعده و تحریک شام و لشکر طیبه و کمک TTP پاکستان این ولسوالی ها را تصرف خواهد کرد و فعلا جایداد و خانه های مردم به زور میخرن و زمین هایشون را به زور غصب میکنن برای طالبان. خب معلومات زیاد هست که در برنامه دوم میخوایم این برنامه معلومات رو بدم، اما شما اگر در شمال افغانستان هستین ایمیل آدرسی که من اینجا براتون میتونم و نمبر واتساپ نمبری که بر شما میتونم، شما میتونین که با ما یک پر ارتباطی باشین. بعض اسناد و شواهدی که اگر شما نمیتونین نشر بکنین معنا مثلی به نام مستعار با ما بفرستین تا ما رو به بیننده ها نشر کنین. تشکر ای جان و تشکر از دوستایی که برنامه را اسپانسر کردن.